موشک هوشمند زمین به زمین دسفول در کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. این نخستین بار است که کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های بالستیک نقطه زن سپاه رسانه‌ای می‌شود. شهر موشها، اینجا زیرزمین بیت ولایت است. سیل ترشی‌ها و کلمشورها را درآوردیم و به جایش موشک در سرکه خواباندیم. اگرچه ماهواره‌مان در مدار قرار نگرفت، اما دشمن با مدار ولایت مداریمان چه می کند؟ اگرچه هواپیمایمان را نمی توانیم به زمین بنشانیم، اما با موشک‌های زیرزمینی خودمان را به خاک سیاه می نشانیم. سپاه ماستاران پوشک لازم بود، ببخشید موشک لازم بود و ساخت. بله، ما موشک دسفول رو ساختیم که برخلاف همه موشک‌های دنیا یه حالت دراز داره، بعد نوکش همچین تیزه که به صورت دایره‌ای جدا میشه، تهش دود میکنه که این موضوع کاملا منحصر به فرده. بعد به سمت آسمون حرکت میکنه برخلاف همه موشک‌ها که نشأت گرفته از اون اندیشه آسمانی ماست. لایی کشی میکنه این موشک که این ناشی از اندیشه ولایی ماست. گفتم ماست تا دشمنان ماست ها رو کیسه کنن. گفتم کیسه اگه میشه سردار این پشت من هست، اگه میشه کیسه بکشیم وسطش دست خودم نمیرسه. اگرچه گوشت کیلویی 120,000 تومان است، اگرچه مرغ‌ها پر کشیده اند، اگرچه حتی پسرخاله کلاه قرمزی هم از ما نفت نمیخرد، اما در یک سوراخ گندله و عمیق در جایی که انگشت هیچ بنی بشری در آن نرفته، موشک بازاری راه انداخته ایم که فقط خودمان از آن میترسیم. دشمن فکر کرده که در جمهوری اسلامی فقط حقوق‌ها و اختلاس‌ها و رانت‌های نجومی داریم. ما امروز اعلام می‌کنیم با اقتدار که برد موشک‌هامون هم نجومی هستن. مواضع دشمن که هیچ، حتی در مریخ هم باشند ما منافعشون رو در کرمانشاه میزنیم، کما که دفعه قبل زدیم. موشک‌های ما از قابلیت‌های نوینی همچون خودپردازنده، بالا کشنده، بیرون جهنده، نقطه زننده، حسن دنده به دنده، با اون عظما پرنده، با تحریم خزنده، کلاهک کیلو چنده، آخه حالی به آدم میمونه نه والا. احوال ببخشید من یه خورده غیر جدی شدم. سپاهیان اگرچه خودشان غیر جدی و هستند، اما این دسفول است که با همچین بدنی تن مقام عظما را می‌لرزاند. مقام عظما صف چست که میخوایم بریم ها، قشنگ کمر سپاه بگی تا کمر تات نکردم، میخوایم بریم همه مواضع دشمن رو بزنیم. قبوله؟ پوشک تو بستی؟ آماده ای؟ بریم؟ فقط مقام عظما همینجور که داریم میریم من بهت بگم که این موشک فقط تو همین زیرزمینه کار میکنه دیگه. اومدیم این پایین ساختیمش، نمیدونیم چطوری ببریمش بیرون، حالا همینجا حالش رو میبریم دیگه.